تمام انسان ها باید از روی سر جهنم رد بشن که اونجا بهش گفته میشه پل صراط. و این منکم الا واردها. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه مریم میفرماید و این منکم الا واردها، یعنی هیچ کدام از شما نیست الا که وارد آن یعنی جهنم باید بشه. منظور گذشتن از روی سرش هست. ذلک علی ربک حتما مقضیه، این بر رب شما یک قرار حتمی و قطعی است، قابل تغییر هم نیست. منتها رد شدن، رسول الله فرمود یکی با سرعت برق رد میشه، یکی با سرعت باد رد میشه و یکی افتان و خیزان رد میشه. و رسول صلی الله علیه و سلم به سیدنا عبدالرحمن بن عوف که امام الرسول لقب گرفته و امین بر خانواده رسول الله لقب گرفته فرمود عبدالرحمن، گفت بله یا رسول الله. فرمود تو در حالی به من میرسی که خیلی خسته هستی، به زحمت خود را به من میرسانی. لا حول ولا قوة الا بالله. عبدالرحمن گفت یا رسول الله چرا؟ فرمود حساب و کتاب مال فراوانی که تو داری تو را خسته میکنه. اینجا بود که سیدنا عبدالرحمن برای اینکه از این شرایط آنی که در اون زمان داشت عبور بکند، یک قافله ای در حال ورود به مدینه بود، تمام اون قافله را یک جا در راه الله بخشید. پس راه آسان آن به دست آوردن منزلت بخشش الله است و الله چه آسان هم می بخشد، به شرطی که ما با الله وارد معامله صحیح بشیم. ملائکه دم در ورود جنت وایستادند. جنتیان که میخوان ورود به جنت بکنند به اونها میگویند سلام علیکم طبتم فادخلوها، سلام بر شما، پاک شدید، حالا وارد بشید. چون پاک شدید وارد بشید، تا پاک نشدن امکان ورود نیست. پس راه دم دست آسان برای رسیدن به پاکی به دست آوردن مغفرت الله است. چرا که امکان این که ما خطا نکنیم ما خود را میشناسیم. انسان خطا میکنه. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کل ابن آدم خطا، هر کسی که فرزند آدمیزاد است خطا میکنه. و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکاران توبه کنندگانند که مغفرت الله شامل حالشون بشه.